به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. عزت نفس یعنی چی؟ عزت نفس یعنی آگاهی از تمام امور که در زندگیمون جریان داره. مثلا روابطمون با زندگیمون، روابطمون با هدفمون چی جوریه؟ آیا تلاش برای هدفمون میکنیم؟ از همه اینا با خبره. چند راهکار برای ساختن و بالا بردن عزت نفس. دست از تحقیر خود بردارید. در مورد ظاهرتون، شغلتون، وضعیت مالیتون و روابطتون یا هر چیز دیگه از زندگیتون که میخواید صحبت کنید، بیشتر نکات مثبتش رو بیان کنید. اگر شما همش نکات منفی رو ببینید، باعث پایین اومدن عزت نفستون میشه. برای بالا بردن عزت نفستون از جملات تأکید استفاده کنید. مثلا هر صبح که بیدار میشید، به خودتون صبح بخیر بگید و اینو بگید که من خودم رو دوست دارم و میپذیرم. من فرد ارزشمند، دوست داشتنی و لایقی هستم. با افراد مثبت و حمایتگر معاشرت کنید. اینجوری احساس بهتری خواهید داشت. فهرستی از موفقیت‌های گذشته خود تهیه کنید. قرار نیست این فهرست فقط شامل موفقیت‌های بزرگ باشه، بلکه میتونه پیروزی‌های کوچیک شما رو نیز در بر داشته باشه. شروع کنید و بیشتر بخشیدن. اگر از کسی کینه دارید، اونو ببخشید. اینجوری خودتونم دیگه زیاد اذیت نمیشید. یعنی وقتی شما کینه از کسی بی‌دل دارید، بیشتر از این که مثلا اون فرد اذیت بشه، خودتون اذیت میشید. پس سعی کنید ببخشید. کارهایی رو انجام بدید که واقعا دوستش دارید. عزت نفس شما زمانی شکوفا میشه که در کارهای شرکت کنید که خودت دوست دارید. با خودتون صادق باشید. اگر تصمیماتت رو بر اساس رضایت دیگران میگیری، یعنی اینکه با خودت رو راست نیستی و در نتیجه عزت نفستون متزلزل میشه. زمانی که رویاها و آرزوهای خالصانه خود را دنبال کنید، احترام به خود و عزت نفس شما به میزان چشمگیری افزایش پیدا میکنه. شما از عزت نفس بی بهره خواهید موند اگه از هر مشکلی در زندگیتون فرار کنید. پس با مشکلاتتون روبرو بشید و نترسید. از همین مهمترین که عزت نفس، وقتی که عزت نفست بالا باشه، باعث آرامش ذهنیت میشه و آنگاه که تنهایی و تنها، کسی کنارتون نیست و اینجا تنها کسی که کنارته و بهت افتخار میکنه خودتی، فقط خودت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، برای حمایت از ما رو لایک کنید، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. خدا نگهدار.